الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله مهربان دعاگو هستم که خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب تان گرداند و الله مهربان باز هم میل و خواهش و محبت تان به سوی دینش زیاد بگرداند و الله مهربان دعاگو هستیم که توفیق شکرگزاری بر این نعمت ایمان، بر این نعمت توفیق برای ما و شما ارزانی فرماید. الله مهربان دعاگو هستم که خداوند گذشتگان ما رحمت و مغفرت کند، بیماری ها ما شفای کامل نصیب گرداند و الله مهربان دعاگو هستم که جمعی مسافرهای ما را کاراشون در برار و برکت و کشایش نصیب کند و الله مهربان در این ملک ما و در این وطن ما فیض و برکات نازل و آفت و بلاها را دور گرداند. برادران و خواهران خیلی گرامی، فردا اول ماه رجب است. برای من ممکن تخمین یک 3 روز شد یا 4 روز شد. گشته و برگشته مردم زیاد زنگ میزنند. اکثرا یک سوال دارند: ماه رجب کی می درآید و روزهایی که باید روزه بگیریم و نمازی که در این ماه خوانده می شود برای ما مقصد فهمانده یا برای ما آگاه کنید. برادران و خواهران خیلی گرامی، من یک بار دیگرم فکر میکنم سالی گذشته بود برای شما درباره ماه رجب یک برنامه داشتم. بار دیگر برای شما میگویم که الله مهربان رحمت کند بسیاری از عزیزان ما و شما، بسیاری از بندگان در همین راست ماه رجب از فضیلت و از نماز و از روزه‌داریش در کتاب‌ها ثبت کردند، نویساندند. ولی برادران و خواهران خیلی گرامی، حقیقتاً کتاب‌ها خیلی زیادند. الله رحمتشون کنه، ما در راست هیچ کدام اونها گمانی بدم نداریم و از اونها ایرادگیر هم نیستیم. لیکن برای آنه که شخصا من اگر میلش نفری که ممکن گوش کننده کم دارد یا هست نفری که مثال وقتی فتوا میتید به فتواش اونقدر اهمیتی نیست، لیکن وقتی که من خودم گمان میکنم که هر چیزی را که وقتی بیان کردم تا اگر در زیرش یگان سندی را، یگان حجتی را اگر نبینم، یعنی حقی او را بیان کردن ندارم. از این لحاظ مادران و خواهران عزیز، منم بسیار در توفیقای شما، در محبتای شما احترام کلان میگذارم که این سوالهایی که شما میکنین، این روزه و این نمازی را که شما میخواهین که انجام تین، این از روی محبتان، از روی توفیقتان است. لیکن شما باید دانین که ما در ماه رجب از پیامبرمان یگان گویم حدیث هایی که ما را اشاره کرده باشند که شما خوانین، ما همچنان یک حدیثی را که برای حجت و دلیل من بیارم، خواهران و دادرای عزیز، مقصد این خیلی دلیل و حجتی برای روزه داشتن و برای نماز خواندن تا نیست.
چگونه ماه محرم بینین؟ ما مثال در ماه محرم با حدیث ها ثابت است که پیامبر ما نهم ماه محرم گفتن اگر آینده باشم دهم ماه محرم روزه میگیرم. مقصد در حدیث ها اشارش آمده است. هر دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن، بین هر یک ماه ایام بیز میگن، 13 14 15 بین هر یک ماه روزه گرفتن، مقصد با حدیث ها ثابتند. یا بعد ماه رجب ماه شعبان میآید، ببینین پیامبر احیانا کل ماه را و نصف ماه را روزه میگرفتند. بعد از آن 6 روز از ماه شوال باز اونم روزه داشتند. خلاص هر یک روزه هایی را که ما دلالت میکنیم وقتی میبینیم حجته و برای شما مثال گفتم میگذاریم. از این لحاظ در رجب روزه مخصوص ماه رجب، نماز مخصوص ماه رجب ما این خیل فرموده خواهرها و برادر عزیز نداریم. از این لحاظ شما اگر روزه میگیرین دوشنبه و پنجشنبه ها شب بگیرین، بین ماه را بگیرین، 13 14 15 شب بگیرین، مثل همون ماه های پیشینه یا مثل ماه های بعدینه هایی که شما از وقتش دوشنبه و پنجشنبه میگرفتین که این با حدیث ثابته، یا 13 14 15 بین ماه را. لیکن از فردا شما خسته و نیت کرده و برای خاطر ماه رجب، یعنی چیزی را که برای ما و شما اشاره نشیده است، فرموده نشیده است، ما همچنان از ماه رجب از پیش خود چیزی را اضافه نکنیم، چیزی را زیادتی نکنیم، چیزی را علاوه نکنیم. برای همین خوب میشود اگر شما قرضدار باشین، میلش میتونید در ماه رجب از روزه های قضاییتان روزه بگیرید، این هم درسته. لیکن مخصوص نه روزه نه نماز در این ماه خواهرها و برادر عزیز مقصد نیست. دلیل یا حجتی که من برای شما مقصد این چیزا گفته گذارم. و الا تمام همین ترغیبات من، تشویقات من هم همینه که مردم ما همیشه پایبند نماز باشد، پایبند روزه داشتن باشد. یعنی ما را کوشش من همینه، سعی من همینه که شما روزه بگیرین و نماز خوانین. لیکن وقتی که چیزی که در او امر نشیده است یا ثواب برای او مقصد با حدیث هایی که لازم در کار است اشاره نشیده است، من حقی گفتن ندارم. فقط بسیاری آدما میگن خیلی شب معراج، مثال 27 ماه رجب، با یک روایتی میگن که شب 27 ماه رجب شب معراج پیغمبر است. اگر چند این هم اختلافی است. ببین بعضی ها مثال ماه رمضان را گفتن، بعضی ها ماه محرم را گفتن، بعضی ها ماه ذوالقعده را گفتن. خلاص در همو معراج پیامبرم ماه رجب تعیین نیست، در این هم اختلافی بسیاره. یا اینکه اگر ماه از بین 12 ماهی که در قرآن سوره توبه آیت 36 منها اربعتون حرم که آمده است، 4 ماه را که ماه حرام الله اعلان کرده است، یکی ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، ماه رجب. لیکن این به خاطر همون یگان فضیلت و یگان اهمیتش نیست، بلکه ماه ذوالقعده را به خاطر آن خداوند ماه حرام اعلان کرد که مردم در هر منطقه‌ای که جنگ جنجال باشد، مقصد همون زمان خاموشی را یا جنگ ها همه بسته شود، مردم یک تیاری آمادگی به حج ببینند. ماه ذوالحجه شکل ماه حجه، اینش حرام به خاطر که مردم به آسایشتگی رفته حج کنند. ماه محرم به خاطر ماه حرام گفت که مردم با از سفری که به طرف خانه‌شان میآیند مقصد با یک طریق امن آرامی خانه‌شان رسند. و ماه رجب که در این بین جداگانه الله ذکر کرد، این به خاطر حج عمره، که هرگاهی که مردم مسلمان حج عمره میخواهند کنند، مثال ماه رجب و ماه حرام گفت تا در همه مردم ای جنگا دست کشند، آرامی را مقصد رعایت کنند تا مردم رفته حج عمره شون هم کنند. برای اینها هم دلیل نمیشن که
ما بگیم 27 ماه رجب شب معراج، ما باید شب زنده‌داری کنیم، روزش روزه بگیریم، شبش نماز بخونیم. یعنی این فرموده ها خواهرها و مادرای عزیز، این چیزها یگان اصلی ندارند. برای همین خدای مهربان تنتون صحت کنه، ایماناتون کامل کنه، با محبت و میلهاتون به دین خدا زیاد کنه. خداوند هر یک تمنیات و هر یک مقصودی که هست با فضل و کرمش حاصل کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.